روز 20 اوت 2008 قرار بود که 172 سرنشین پرواز 5022 شرکت هواپیمایی اسپن ایر یک پرواز عادی به سوی بهشتی زیبا برای تعطیلات داشته باشند. اما تنها چند ثانیه پس از بلند شدن از زمین، سفر اونا به پایان رسید. این داستان یک پرواز 10 ثانیه‌ای، زنجیره‌ای از خطاهای بظاهر جزئی و نهایتاً یک نقص فنی پنهانه که به مرگ 154 نفر منجر شد. در یک روز گرم تابستانی در فرودگاه بین المللی مادرید باراخاس، هواپیمای مکدانل داگلاس MD-82 با شماره ثبت ECHFP و نام سانبریز در کنار گیت پارک شده بود. دمای هوای اون منطقه 29 درجه سانتیگراد بود. پرواز شماره JK5022 پس از یک سفر بدون مشکل از بارسلون برای مرحله بعدی سفرش به مقصد گران کاناریا، یکی از مقاصد محبوب تعطیلات در جزایر قناری، آماده می شد. مسافرین پرواز ترکیبی از خانواده‌ها، گردشگران و ساکنان محلی بودند که به خونه هاشون برمیگشتند. 166 مسافر از جمله 20 کودک و 2 نوزاد به همراه 6 خدمه پرواز. برای خدمه به مدیریت کاپیتان آنتونیو گارسیا لونا و کمک خلبان فرانسیسکو خاویر مولت، اون روز یه روز کاری ساده مثل بقیه روزا بود. همه چیز در ظاهر کاملا عادی و روزمره به نظر می رسید. این عادی بودن در واقع یکی از جنبه‌های تراژیک این فاجعه است. فاجعه از دل یک طوفان یا یک نقص فنی بزرگ و چشمگیر بیرون نیومد، بلکه از شکاف‌های یک روز کاملا معمولی سر برآورد. خدمه پرواز چک‌های پیش از پرواز را بررسی کردند. راه روشن و مطابق با رویه استاندارد، فلپ‌ها و اسلط‌های بال رو برای بلند شدن باز کردند. اما موقعی که به سمت باند L36 حرکت می‌کردند، مشکلی پیش اومد. حسگر دمای هوای برخوردی یا RAT دمایی غیر ممکن رو نشون میداد، بیش از 100 درجه سانتیگراد، در حالی که دمای واقعی هوا 29 درجه بود. این حسگر کوچیک اما حیاتی دمای هوای بیرون رو به سیستم‌های هواپیما گزارش میده تا حداکثر نیروی ایمن موتور برای برخاستن محاسبه بشه. با یک دمای بالای کاذب، سیستم نیروی موتور رو محدود و به طور بالقوه هواپیما رو با قدرت ناکافی برای برخاستن روبرو میکنه. کاپیتان گارسیا لونا در حالی که در آستانه باند فرودگاه مجوز برخاستن رو دریافت کرده بود، تصمیم گرفت عملیات رو متوقف کنه. اون با مرکز کنترل تعمیر و نگهداری اسپن ایر تماس گرفت، اما راه حل‌های پیشنهادی اونا تأثیری نداشتن. در نهایت اون به برج مراقبت ترافیک هوایی اطلاع داد. کاپیتان خطاب به برج مراقبت: برج مادرید اسپن ایر 5022، ما یک مشکل فنی داریم. قادر به برخاستن نیستیم و به پارکینگ باز می‌گردیم. تصمیم به انصراف از برخاستن یک تصمیم کاملاً بجا بود. با این حال همین تصمیم درست به طور متناقضی روال همیشگی خدمه رو به هم زد و اونا رو در مسیری کاملا جدید و تمرین نشده قرار داد. مشکل اصلی خود حسگر RAT نبود، بلکه وقفه‌ای بود که به وجود آورد. این وقفه تمرکز خدمه رو از هدایت هواپیما به حل مشکل و مدیریت تغییر داد. پرواز 5022 به یک محوطه پارکینگ دور افتاده منتقل شد. زمان تأخیر نزدیک به 1 ساعت رسید. با خاموش بودن موتورها، سیستم تهویه مطبوع از کار افتاد و دمای کابین به شکلی غیر قابل تحمل بالا رفت. فشار زیادی بر خدمه و مکانیکا وارد می شد. مکانیکا مشکل را تشخیص دادن. گرمکنه حسگر RAT در زمانی که باید خاموش باشه روشن مونده بود. در نهایت تصمیم بر این شد که با غیر فعال کردن گرمکنه سنسور تعمیر به تعویق بیفته. این کار طبق فهرست حداقل تجهیزات مجاز بود، چون که گرمکنه سنسور سیستمی برای جلوگیری از یخزدگی و تجمع رطوبت روی حسگرهای حیاتی هواپیما بود و در اون روز شرایط آب و هوایی هیچ به یخزدگی نزدیک نبود. در حین اجرای فرآیند خاموش کردن هواپیما در محوطه تعمیرات، خلبانان چکلیست خودشون رو دنبال کردند که شامل خاموش کردن موتورها و جمع کردن فلپ‌ها و اسلط‌ها بود. این تنها اقدام فیزیکی بود که سرنوشت شوم پرواز را رقم زد. پس از این تعمیر، خدمه برای دومین تلاش برای برخاستن آماده شدند. اونا عجله داشتن و تمرکزشون مختل شده بود. بررسی چکلیست پس از استارت آغاز شد. اما کاپیتان قبل از اینکه کمک خلبان به آخرین و حیاتی ترین مورد، یعنی تنظیم فلپ‌ها و اسلط‌ها برسه، صحبت اونو قطع کرد. چکلیست رها شد و فلپ‌ها در وضعیت جمع شده و 0 درجه باقی موندن.
هواپیما دوباره به سمت باند حرکت کرد. هنگامی که به باند نزدیک شدن، چک لیست آماده برای برخاستن را انجام دادن. این آخرین فرصت برای اشتباه نکردن بود. برای برخاستن بالهای یک هواپیمای مسافربری باید نیروی برآر یا لیفت عظیمی تولید کنند. این کار با استفاده از فلپ‌ها و اسلت‌ها محقق میشه. سطوحی که از بالها باز میشن تا مساحت و انحنای مؤثر اونا رو افزایش بدن. بدون اونا هواپیما نمیتونه با سرعت برخاستن به طور ایمن پرواز کنه و دچار واماندگی میشه. در واقع فلپ‌ها و اسلت‌ها بخش‌های متحرکی روی بال هواپیما هستن که برای کنترل نیروی بالابر و پایداری در سرعت‌های پایین مثل زمان برخاستن یا فرود اومدن استفاده میشن. فلپ‌ها در لبه عقبی بال قرار دارن و باز شدنشون موجب افزایش سطح بال و به دنبال اون افزایش نیروی بالا برنده میشن. اسلت‌ها هم در لبه جلویی بالها به گونه‌ای طراحی شدن که جریان هوای روی بال رو در سرعت‌های پایین بهبود بدن. کمک خلبان با عجله موارد نهایی را خوند. فلپ‌ها، اسلت‌ها 11-11 تنظیم شد. اون تنظیم صحیح 11 درجه رو اعلام کرد، اما اهرام در وضعیت 0 درجه بود. چراغ‌های نشانگر خاموش بودن. اون نگاه می‌کرد اما نمی‌دید. و بعد از اون آخرین نقص رخ داد. هواپیمای MD-82 به یک سیستم هشدار پیکربندی برخاستن یا توز مجهزه. این سیستم طوری طراحی شده که اگه اهرام‌های گاز برای برخاستن به جلو رانده بشن، در حالی که فلپ‌ها به درستی تنظیم نشدن، یک آژیر بلند به صدا در بیاره که اشتباه گرفتنش غیر ممکنه. متاسفانه در پرواز 50-22 این سیستم کاملا خاموش باقی موند. آخرین شبکه ایمنی از کار افتاده بود. نقص خاموش توز یک واقعیت کاذب در کابین خلبان ایجاد کرد و تصورات خدمه مبنی بر عادی بودن همه چیزا تایید می‌کرد. اعتماد ناخودآگاه اونا به این اصل که نبود آژیر یعنی همه چیز خوبه به اونا خیانت کرد. هواپیما در باند L36 شتاب میگیره. 60 نات، 100 نات، V1 روتیت. با سرعت 157 نات کمک خلبان دسته کنترل رو به عقب میکشه. دماغه هواپیما بالا میره، اما بالها که از سطوح افزایش دهنده نیروی برار خودشون محروم شدن نمیتونن وزن هواپیما رو تحمل کنن. قوانین فیزیک بیچون و چرا و مطلقن. بلافاصله فرمان لرزان فعال شده و دسته های کنترل خلبان رو به شدت میلرزونه. هشدار صوتی استل در کابین طنین انداز میشه. این هشدار به معنی وقوع واماندگی در محدوده بال هاست. هواپیما در حال پروازه، اما به سختی به حد اکثر ارتفاع تنها 40 فوت یا 12 متر میرسه. خدمه که گیج شدن مشکل رو به اشتباه نقص فنی موتور تشخیص میدن. کمک خلبان برای لحظه‌ای قدرت موتور رو کم میکنه. سپس سهرم‌های گاز رو تا انتها به جلو میکشه و دماغه رو حتی تا 18 درجه بالاتر میبره. دقیقاً برعکس رویه استاندارد برای بازیابی از واماندگی. هواپیما به شدت به سمت راست میغلطه. 10 ثانیه بعد از جدا شدن از زمین، نوک بال راست و موتور هواپیمای MD-82 با حاشیه چمنی کنار باند برخورد میکنن. هواپیما واژگون میشه و در حالی که بیش از 400 متر روی زمین کشیده میشه متلاشی شده و بعد از روی یک خاکریز به هوا پرتاب میشه. با برخورد به خاکریز دوم مخازن سوخت پاره میشن و یک گلوله آتش عظیم ایجاد میشه که بدن رو کامل در بر میگیره. لاشه هواپیما در داخل و اطراف یک نهر کوچیک متوقف میشه. این صحنه نمایانگر ویرانی مطلقه. این سانحه باعث یک آتش سوزی گسترده در پوشش گیاهی اطراف شد که تلاش‌های امدادی را با مشکل مواجه کرد. در میان 172 سرنشین 154 نفر جان خودشونو از دست دادن، از جمله تمام 6 خدمه پرواز. تنها 18 نفر زنده موندن که همگی دچار جراحات جدی شدن. در یک چرخش عجیب سرنوشت، همون نهری که هواپیما در اون سقوط کرد جان اونا رو نجات داد. اونایی که از لاشه اصلی و جهنم آتیش به بیرون پرتاب شده بودند، دچار سوختگی‌های کمتری شدند. تحقیقات توسط کمیسیون تحقیق سوانح هوایی اسپانیا آغاز شد. ضبط کننده های پرواز به سرعت حقیقت هولناک رو فاش کردند. فلپ‌ها و اسلت‌ها هرگز باز نشده بودند و سیستم هشدار هرگز به صدا در نیومده بود. گزارش نهایی علت اصلی را از دست دادن کنترل هواپیما به دلیل پیکربندی نامناسب برای برخاستن اعلام کرد.
عوامل دخیل شامل ناتوانی خدمه در پیکربندی صحیح هواپیما، عدم وجود هشدار از سوی سیستم از کار افتاده توز و مدیریت ضعیف منابع خدمه اعلام شدند که نتونسته بودن خطاها را تحت فشار ناشی از تأخیر شناسایی کنند. مدیریت منابع خدمه مجموعه‌ای از اقدامات و آموزش هاست که عملکرد تیمی بین خدمه پرواز را بهبود میده و تصمیم گیری ها را به ویژه در شرایط بحرانی بهینه میکنه. در پی این فاجعه توصیه‌های ایمنی حیاتی صادر شد، از جمله آزمایش اجباری سیستم توز قبل از هر پرواز، طراحی مجدد سیستم‌های هشدار و آموزش پیشرفته خلبانان برای بازیابی از واماندگی. سقوط پرواز 5022 اسپن ایر نتیجه یک اشتباه واحد نبود، بلکه آبشاری از نقص‌های کوچیک، عدم رعایت رویه‌ها، چکلیست‌ها و پروتکل‌های استاندارد و البته هشدارهای خاموش بود. این فاجعه به عنوان یک یادآور غم‌انگیز باقی میمونه که در هوانوردی شیطان اغلب در جزئیات روزمره نهفته است و اشتباهات کوچیک اغلب زمین ساز فجایع بزرگ میشن. به یاد 154 نفری که جان خودشونو از دست دادن، صنعت هوانوردی یک بار دیگه درس‌هایی رو که با آتش نوشته شده بود بازآموخت و تلاش کرد تا اطمینان حاصل کنه که یک پرواز 10 ثانیه‌ای دیگه هرگز به چنین پایان ویرانگری منجر نشه. این رویداد به مشکلات مالی اسپن ایر دامن زد و تصویر منفی شرکت در اذهان عموم تشدید کرد، تا جایی که اسپن ایر در سال 2012 فعالیت خودش را متوقف کرد. امیدوارم که این داستان تلخ همچنان براتون آموزنده باشه. یادتون نره که کانال پیکاپ رادیو سابسکرایب کنین تا ماجراهای واقعی بیشتری را بشنوین.